آیا برای رهایی از غم‌ها و قرضداری‌ها کدام دعای وجود داره؟ اگر وجود داره کدام دعا هست؟ در یک از روایت‌ها پیامبر گرامی اسلام علیه السلام میگه که وارد مسجد شد که میبینه حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه خیلی محزون و غمگین اونجا نشسته. گفت یا ابا امامه تو را چی شده که اینجا به وقتی جماعت هم نیست شما در مسجد هستین؟ گفت یا رسول الله غم‌های زندگی و قرضداری ها مرا به مسجد کشانده. رسول اکرم علیه السلام فرمود آیا یک دعا را بر شما آموزش ندم که با خواندنش تمام مشکلات زندگی و قرضداری های شما تمام شود؟ گفت چرا یا رسول الله کدام دعا هست؟ رسول علیه السلام برش فرمود که این دعا را هر صبح و هر شام بخوان. دعا اوری هست که اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل و اعوذ بک من الجبن والبخل و اعوذ بک من غلبت دین و قهر الرجال. این صحابه کرام بعد از چند مدت دوباره برگشت و با پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمود که با خواندن این دعا هم غم‌هایم تمام شده و هم قرضداری‌هایم تمام شده. از دوست گرامی بعد از نماز صبح و بعد از نماز شام این دعا حتما بخوانید، خیلی تاثیر مثبت در زندگی من شما داره.